مراد روز بخیر هوا خانم. ширкати софсавдо доруҳоеро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарид, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас доруҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ, доруҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба сатҳо дард даво дорад пешниҳод менамоянд. барои фарбеҳ ё хароб шудан доруҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоем. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед, ба шумо тахфиф карда мешавад. یوسف خان برتان سلام گفت. به شما یک توفه روان کرده اما داخل آوردنتون هستم. میشه بیرون بیاین؟ درست است. ایره بارم شال خدا بگیرم میایم. مراد واقعا یوسف اینه به من روان کرده؟ بله. یوسف خان این آمارم به شما روان کردن. زنده باشی. تبریک باشه. ما دیگه میرم. یک دانه زندگی برات وعده میتم از بعد از خود کده بیشتر بالای اعتماد خود داشتم. اسمی که او شب برات گفتم به خاطر که تو بزرگترین و پاکترین حقیقت زندگی مستی، به خاطر اشکایی که از چشمای زیبایت ریختیم ازت معذرت میخوایم. عباده جان تو همراهی نامزاد یوسف معرفی شدی؟ نه خیر اما زیاد میخوایم. با هم معرفی میشن. بار غرور یوسف بشکنه. با خاطر بخشیدنش باید سر رایت گل فرش کنه دختر جان. مراد توفه هوا را برش دادی؟ بله یوسف خان دادم برش. درست است زنده باشی. یوسف خان اگه آماده هستی بریم. من کمی کار دارم، شما برین منتظر من نباشین. نمیشه. از خانه که میبرم مادرم زیاد تاکید کرد اگه حالتان آبرم بالایم قهر خواهد شد. درست است، پس اگه چند دقیقه منتظرین باشین کار خود خلاص میکنم. درست است، کارت خلاص کن. تشکر میکنم.
بله بفرمایید. هوا ینگه ما محمد هستم. بفرمایید آقا محمد. یوسف درباره اون موضوع بر ما گفت. ما بسیار جگرخون شدم. اما باور کنین یوسف هم بسیار پشیمان است. فهمیدم محمد. میفهمم که زیاد خفه شدی هوا. ما بچه کاکای ما خوب میشناسم. میخوای که خدا به تو دوباره نزدیک کنه، اما وقتی بفهمه این کار بیفایده است یک بار ازت منصرف میشه. باز وقت برات بسیار بد خواهد شد. من هیچ نفهمیدم که این گپا رو چرا میزنی محمد. امشب در خانه میمانی داریم. مدیر نو اجرایی ما میایه ینگه جان. اگه تو هم بیایی خوب میشه. خفگیتانم رفع خواهد شد و یوسف هم تنها نخواهد موند. من هیچ حوصله‌اش ندارم. با شما از امیان نوش جان میگم. خودت خوب میفهمی ینگه جان. اما قسمی که گفتم یوسف از طولانی شدنی گپا خوشش نمیایه و بعدم بسیار یک دختر خوب است. با او هم معرفی خواهد شدی. زنده باشی. بسیار تشکر. روزتان بخیر. اوه دختر مقبول ما، باور کو بسیار پشت دق شده بودم. یعنی اگه در کار استخدام نمیشدی اصلا تحمل کرده نمیتونستم. حق به جانب هستن خاله جان. انسان که یک بار مصروف کار شد باز هیچ نمیفهمه که چه قسم زمان میگذره. دخترم به جوانا زمان زود میگذره. با ما سال خورده عرصات 1 سال سپری میشه. از او خاطر میگم اول ما را بگی. حالا شما داخل برین. باز چی شده یک دانه مادر؟ هیچ خوب معلوم نمیشی. شاید هوا مرا نبخشه مادر. اوه بچیم، یک کمه برش وقت بتی. بی چی خوب آمادگی براتان گرفتیم. کمه بخو بنوش. فکرت دگه میشه یک دانه میگه پاره فراموش خود کدی. آی به خدا شما مرا از بین خود بردین. راست میگم. چرا نمیفهمی؟ سبب مرگ من شما خود شدین بچیم. حالا بیا دیگه یک دانه مادر. حالا بیا. سلام علیکم. شب بخیر. شب بخیر. بیا در از ما وسایل تزیینی گرفته بودین بلش آوردیم. باید امیاله بپردازم؟ بله قسمت اولش باید امیاله بپردازین. چند میشه؟ بیادر جان 150 لیره میشه. میبخشین امروز قدر پول پیشم نبود آقا. بگیرین. زنده باشین بیادر. شب بخیر. خداحافظ. بابا خانم موتر گرفته شوه. ما اینجا قصه تزیینش بپردازیم. لعنت به این کار. به خاطر برگشت به روزهای گذشته ما حالا بسیار دیر شده. به خدا چقدر کار خوب کردیم که امشبی دعوت جور کردیم. بگیرین. همیشه همین قسم مهمانی ها رو ترتیب بتین. درست است بچیم. هر قسمی که تو بگویی قندم. تو چرا اینجا آمدی دختر؟ کاسه صبرم لبریز شد خاله. تحمل کردن نتونستم. بیبی کلشون لذت میبرن و من فقط در خانه نشسته و جگرخونی میکنم. دختر یوسف هم مثل تو پریشان است. کم دیگه هم صبر داشته باش. یک قدر عجله نکو. پیش از اینکه صبح شوه پشتت میایه. تو هنوزم میگی صبر کنم خاله. میگم صبر کردن نمیتونم. موتر امرای یک خط برم روان کرد. اما حالا خودش راحت پیش خانواده‌اش نشسته. اگه دیگه منتظر باشم به ضررم تمام میشه. خب درست است. اگه نمیخوای منتظر باشی پس برو داخل دخترم. یک قسم لبری خود کشان نگی. متوجه خود باش. برو دیگه. این قسم نمیشه خاله. تو اینجا صداش کو. از اینجا آشتی کرده داخل میریم. اگه قسم بی خبر برم او خدا گم خواد کرد. برو دیگه.
با خدا نظر خوبی است. اول تمام گپا را خلاص کو، بعدا دست به دست داخل اتاق میشیم. آفرین شریک جان. ما اصلا قسم فکر نمیکردم که جدا شویم. این بازی قسمت بود. به خاطر به هم رسیدن ما فقط یک راه وجود داره. اما تا او سرحد بسیار مانی سر راه ماست منور. او ایگاره میگی یا کسی دیگه از زمین؟ من میفهمم که تو از کل چیز خبر شدی. باور کن که من حتی روی ندارم که طرف آینه سیل کنم و هر بار که تو میخوای امرایم صحبت کنی هیچ از چند طرف دیده نمیتونم. هر بار که کوشش میکنی امرایم گپ بزنی عذاب وجدانم بیشتر میشه. دیگه هیچ جای به فرار ندارم. بالاخره در یک جای بند ماندیم. باور کن اگه بالای من چیخ بزنی من یک عذاب وجدان نمیکشم منور. همین بلیاز خدا بس کو دیگه. هر چی میخوای بگویی واضح برم بگو. خسته شدم بس است دیگه. من اصلا نمیخواستم قسم شوه، اما حالا نمیفهمم که چی کنم. یوسف زندگی چرا تو موتر آوردی؟ چرا مراد برم آورد؟ آوردن نتونستم به خاطر که قلبت را شکسته بودم از او خاطر. اما خوب شد که خودت آمدی. بدون تو یک لحظه نفس کشیدن نمیتونم. حتی یک لحظه زندگی کردن نمیتونم. اگر اینجا نمی بودم. استاد شدن ما در اینجا بعد از داخل بریم پیش مهمانه. صبر کن. اخواه مهم نیست. مدیر شرکت ما آمده. تو اینجا بیا برات یک گپ میگم. جونید بیرون بریم در اونجا با هم گپ بزنیم. اینجا گپ زدن نمیتونم. راحت باش هوا. جونید گفتم از اینجا بیرون شو. الان دیگه بیرون شو. تو در اینجا چی کار داری ها؟ تو به خاطر گفتن کدام گپ اینجا آمدی ها؟ بیرون شو بیرون شو. قسم خونم هوا. تو همیشه من از پیش دور میکنی. تو چی میگی؟ گپای احمقانه نزن جونید. ببین هر وقت تو در هر جایی که خواسته باشی هم دیگه رو میبینیم. اما حالا خواهش میکنم از اینجا برو. برای دوزار میکنم از اینجا برو لطفا. خب بادا با نظر دمارد و خانم دیگه گپ بزنیم. درست است اما کمی پسانتر گپ بزنیم ها. درست است. صدای تو بسیار مقبول بوده. زنده باشم. بسیار تشکر یولماس خان. کشک سلطانه. یوسف بچیم در این وقت شب کجا رفته؟ خانم هوا آمده بود گفت که یوسف صدا کن. ما هم رفتم یوسف بچه من خبر کردم. خوب است. برو بیبی که در اوجه چی گپاس باز برم بگو. آی با خدا بسیار خوب شد که امشب قسم دوره هم جمع شدیم. اما تو نیست عزیزم؟ من با اجازهتان دستای خودم میشیم. ما راهنماییت میکنم. بسیار تشکر. یوسف خان اگه هوا را میپالین اونا بیرون رفتن. بچه ما بیشتر پشت تو آمدم اما پیدایت نکردم. گفتی بیرون رفت؟ ما رفتم میبینم. هوا توبه توبه ای دختر کجا رفت؟ یوسف چرا اینقدر ور خطا هستی؟ تو کجا رفته بودی هوا؟ وا جنید جان تو خود گفتی که این موضوع بسته شده. راستش بدنم برای چند روز به قریه رفته. مادرم دوایش نخورده و صحتش خراب شده. چی میگی دختر؟ حتما با شکرش بالا رفته. کاش که یک بار پیشش میرفتی. تو داخل برو. من از ظرف 2 دقیقه میرم و پس میایم.
نمیشه، امکان نداره تنها بری. شاید به چیزی ضرورت پیدا کنین. خاله شما ایره بالای میزبانین وقتی آمده می نوشین. عزیزم هیچ ضرورت نیست. ببین 2 قدم را زود میرم و پس میایم. با شما میهمان دارین بد است. هوا راست میگه بچیم. بیازو خانم حمیده همیالی هم قهر شده. اگه حال قسم همراه هوا بری باز هیچ خوب نخواهد شد بچیم. باز درست است، با مراد میگم برسانش. نه جانم، واقعا هیچ لازم نیست. اون در یه وقت شب به زحمت نمیسازم. 2 قدم راست میرم و پس میایم. زحمت چی از هوا؟ وظیفه‌ش چی؟ بابا داشتن راننده عادت ندارم یوسف. ببین در ظرف 2 دقیقه میرم و زود پس میایم. درست است؟ همیشه کار دل خود انجام میدی. وای 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 وای. معلوم است که تو چی میگی یمین؟ ما فکر میکردم که تو خبر داری. چیزی که شنیدم حقیقت داره؟ ها؟ چرا امرای ما این کار کردی یمین؟ ها؟ چطور تانستی این کار کنی؟ منور لطفاً اعلام کو فکرت باشه دیگه با دست نزنی. ما از تو نفرت دارم امین. بچیم گفتی که هوا میای، اون آمد؟ آمده بود پدر، اما مادرش مریض شده. مجبور شد که پس بره. به شما سلام گفت. چی شدش؟ وضعیتش خوشیدی نیست؟ فکر کنم شکرش بالا رفته. به خاطر که برشان کمک کنه او هم رفت. از برای خدا یوسف بچیم، شیروار شوهرش بالای سرش است. یعنی اینقدر ضرور نیست تشویش کنین. توبه. اونا در خانه نیستن مادر. واقعا عملکرد بسیار خوب است. حالا زیادتر مشتاق دیدار خانم هوا شدم. امیدوار هستم به زودی همدیگر دیده بتونیم. البته که میتونین. یک گپا برات بگویم باده دخترم. از خاطر که بچیم است نمیگم، اما واقعا بسیار با احساس است. راست میگم. از سلیقه خانما بسیار خوب میفهمه. راستش خوبی های زیاده در وجود بچیم از باده جان. این قسم نگوین مادر. خب چلا دوباره برش دادی نه بچیم؟ بله مادر، خدا کنه دیگه هیچ وقت بیرون نشه. بچیم ما از این کارتان هیچ چیز نفهمیدم. یک بار چلا را میکشین و دوباره میپوشین. ای قسم خو نمیشه، ای قسم نمیشه. مادر هوا صدای چرا این قسم است دخترم؟ در کجاستی؟ مادر آرام باشین، به گپایم گوش کنین. براتون گپای مهم دارم، اما سوالی نپرسین. درست است؟ چی گپ مهم است هوا؟ مادر گفتم چیزی نپرسین، خوب گوش کنین. در راستم تا وقتی که خانم میرسم یوسف یا شخصی از خانوادهش اگر اونجا آمدن براشون بگو که شکرت بالا رفته و مرا پیش خود خواستی. درست است؟ چرا باید دروغ بگویم هوا؟ تو باز چی بازی رو برای انداختی دختر؟ مادر به گپایم گوش کنین، گفتم که چیزی نپرسین لطفاً. گوش کن هوا، بیزو وقتی که رفتی جونت اینجا آمد و با گپایش حساب من خراب ساخت. حالا تو برای میگی که دروغ بگویم؟ چی جریان داره؟ من خو هیچ چیز درست نفهمیدم. مادر شما فقط کاری را که گفتم انجام بدین. درست است؟
موضوع سرنوشتم است. اگه خوشیما میخواین کاری را که براتون گفتم انجام بدین. تا وقتی که دلیل اصلیش برام نگویی من دروغ گفتن نمیتونم. فهمیدی؟ تو باز از ما چی را پنهان میکنی؟ هوا زود باش، کل چیز برام بگو. مادر گفتم که موضوع سرنوشتم است. لطفا فقط کاری را که براتون میگم انجام بدین. بیبی هوا مرا قصه مجبور نساز. من با دروغ سر کاری ندارم. موفق به گفتنشام نمیشم. هر چی میخوای خودت برشان بگو. اوف. تمام جانت میلرزه هوا جان. اگه نه ده عمر نمی آمدی اینجا. چطور است؟ خوشت آمد؟ جای مقبول است اما تو نیست؟ هرچی نباشه یگانه عروس خانجی اغلو هستی. اینجا را به تو انتخاب کردم. تو از قصد اینجا نشستی اما تو نیست؟ فهمیدم تو با این کارم ناراحت شدی. بله ناراحت شدم. بخیز که بریم در جای دیگه بشینیم. میفهمی از همه بیشتر پشت همی قسم پریشانی های دق شدیم. خدایا بریم صبر بده. سلما دروازه را باز کن. سلما منور تو چطور تونستی کار کنی سلما ها؟ تو چه قسم یک دوست هستی؟ تو چی میگی منور؟ تو از پشت سر به من خنجر زدی. از پشت سلما تو چه قسم یک دوست هستی احمق؟ اینجا چی گپ است؟ منور دخترم چرا سر صدا میکنین؟ چیزی نیست، شما داخل بریم فقط با هم گپ میزنیم. منور جانم. ما و یلماز خانم یک وقتی به انگلستان رفته بودیم. با خدا او پلها و قصرها و آسمان خراش ها را دیدیم ایران مانده بودیم. از دیدنش هیچ سیر نمی شدم. راستش خاله جان اونا واقعا از فرهنگ خود محافظت میکنن. آباد ساختن یک تعمیر بی‌سویه و کم مصرف اصلا در رسم و رواجشان نیست. در ضمن از بناهای تاریخی هم خوب مراقبت میکنن. ما از فرانسوی‌ها زیادتر خوشم آمد. اونا سر انگلیس‌ها بسیار شرف دارن. به خدا راست گفتی محمد جان. صورت اونا مثل دیوار محکم است. یک چای نوشیدن اونا مثل یک جشنواره میمانه. راستش رفتار هسپانویا و ایتالیویا کاملا مثل شما هستن محمد خان. یعنی منظورم راحت طلبیشان است. ما را بسیار خوب شناختی باده جان. از مشکل نفرت دارم، اما انسان بسیار خون گرم هستم. در چرت چی رفتی بچیم؟ با خدا بسیار خوب فهمیدی یلماز خان. بچیم خودش اینجاست اما خدا میفهمه فکرش در کجاست. با تشویش هوا هستم. هیچ خوب نشد دورتان روان کردم. وضعیت مادرش بسیار خراب است. با خدا نمیفهمم. گفت که فقط شکرش کمی بالا رفته و هیچ قابل تشویش نیست. تشویش نکن بچیم. کم دیگم صبر کن. اگه خبره نشد باز یک بار اونجا برو. یوسف برات یک گپ میگم. شنیدیم که باده بسیار خوب اسب سواری میکنه. واقعا؟ او قدر مسلکی نیستم. یعنی یا برای مهم است که اسبم ازم خوشش بیاید. یک روز با هم به چکر بریم چطور؟ به مزرعه ما. بیازو بسیار وقت میشه که اونجا نرفتیم. کاش که برام میگفتین من میبردمتون خانم کاکا. اوه بچه انشالله که باز میبری. خانم بیادر منور کجاست؟ امروز چورا ندیدیم. در کورس است حسن جان. در این وقت در کورس چی گپ است خانم حمیده؟ دخترم در صنف است. درس میخوانه یلماز خان. اگه میگن ما پشتش میرم میارمش. باندگه یوسف ما فکرش کردیم. تو دربارش تشویش نکو. محسن منتظر اوست. همی که درسش خلاص شوه او رو میاره. باز درست است. در ضمن حالا باید امرایش عادت کنین. پدر و برادرش پشتش گرفتین. میگفتین که باید به کورس بره. باید به دانشگاه بره.
حالا دیگه به این وقت آمدنهایش عادت کنین. ناگفتنمونه که نوشیدنی بسیار عالی است. نوش جان. بسیار تشکر. من به اجازهتون یک بار دستای ما میشویم. خدایا تو به من صبر بده. از دست اینا من خود دیوانه میشم. نمیفهمم برای سنگ بزنم یا نزنم. اوف. مدد داخل هستم. بسیار ببخشی. یلماز خان، من فکر کردم که تو پایین رفتی. بسیار ببخشی یلماز خان. بسیار ببخشی، نفهمیدم که تو در اینجا آمدی. بسیار عجیب استی حمیده. وقتی از میز میخستم ازتان اجازه نگرفتم. تو تشناب نمیرفتی؟ با خدا من نمیفهمم که چی میکنم. راست میگی. خدا لعنتت کنه. اوف امیده، اوف احمق لوده. بنوشنه بسیار خوب آماده شده. درست شد؟ هنوز نه. اگه قسم عجله کنی باز دانت خواهد سوخت. فکر کنم میخوایی که این لذت 2 دقیقه مرا خراب بسازی؟ اینقدر خود قصدارم هستی. تو هیچ قرض سر من نداری جنید. فهمیدی؟ بسیار وقت میشه که دادا گرفته من تو خلاص شده. راست میگی؟ اوا تو بسیار قدر نشناس هستی. از برکت من نامزد شدی. چه لره پوشیدی حال سر مرش خندی میکنی اوا؟ نامزدی چی؟ تو چی میگی؟ ما در مورد نامزدی تو یوسف گپ میزنم. تو واقعا عقلت از دست دادی؟ دیگه بهانه نیافتی کی را جور کردی؟ ها؟ خدا بسیار هوشیار فکر میکنی جنید. اما من از کل چیز خبر دارم. پدرم پول تو را برات پس داده. اگر در مورد جواهرات گپ میزنی بله اونا را فروخته، اما 1 لیرام به من نداده. رمزی دیوانه تو رام فریب داده و پولام از خود کرده. زیاد سرش فشار آوردم اما بازم میگه که برات پس میتم. شام خانه تان رفته بودم اما پدرت مثل پرنده پرواز کرده. معلوم میشه که ترسیده. پدرم برام گفت که پولت برات داده اما نداده. مشکلی که بین شماست مربوط من نمیشه. من فقط پول خودم میخوایم. با تو 2 روز وقت میتم هوا. یا که پول ما برام میتی یا که پول نامزدی را از یوسف خان میگیرم.
پدرم گفتم که پول بده. از آن وقت فهمیدم از تو گرفته زیادتر اصرار کردم، اما او مرا فریب داده. درست است، من پول تو را میتم، فقط در بین ما و تو دیگه چیز باقی نمیمانه. بعد از یام پشت مرا اعلام میکنی، فهمیده شد؟ درست است. وقت پول آماده کردم برات خبر میتم. چای تا خوب نوش. اما قدری که باید می نوشیدم. ایره باید خلاص کنی. خدا لعنتت کنه. در مقابل او کارهایم که به تو انجام داده می قسم رفتار میکنی؟ با اجازهتان یک بار پیش هوا میرم. بسیار با تشویش شدم. راستش اگه من برم خوب خواهد شد. فردا صبح باید به مارکت برم. آی باده جان هنوز خو وقت است. چقدر خوب با هم صحبت بعد از یک می‌کردیم. قسم زیاد میشینم خاله حمیده جان. من دیگه همینجا هستم. هر وقت که خواسته باشی یک دانه. این خانه را از خود فکر کن. زنده باشین. ما تو را میرسونم. آی چرا خود زحمت میدی؟ بی از او یوسف بیرون میره. اما تو نیست بچین. سر رای توم است. هیچ لازم نیست. لطفاً زحمت نکشین. بیا از خانه نزدیک است. قدم زده میرم. آی امکان داره دخترم در این وقت شب پدرتان بعدش خواهد آمد تو به مادرم راست میگه باده. ما تو را میرسونم. بفرما به خاطر تمام چیز بسیار تشکر. خواهش میکنم دختر. هیچ خود به زحمت نسازین لطفاً. آی این طفل چقدر شیرین است. دوران من همه قسم است خاله بادهیش. آی این طفل از کی است؟ بچه‌م است. راستی؟ خبر نداشتم. بله این نواسگک است. متاسفانه مادرش در وقت ولادت فوت کرده. بسیار جگرخون شدم. پرنار جان دخترم تو دوران بالا ببر درست است و بعدن چپن و دستکول میمان ما را بیار. فهمیدی دخترم؟ درست است خانم حمیده. گوش کو باده جان هر وقت که دلت خواست میتونی که اینجا بیایی. همه که فرصت پیدا کردی بیا که چای بنوشیم قهوه بنوشیم فعال یکی دیگر ببینیم. اوه درست است. یکم وقت پیشتون میایم خاله حمیده جان. به خاطر کل چیز تشکر. شب خوبی بود. قابلت نداره دخترم. بازم بیا. با صدای مقبول شب ما را زیباتر ساختی باده. ببینیم که دیگه چی استعداد داری. زنده باشین آقا محمد. شبتان بخیر. بچیم اگر در خانه هوایشان کدام گپی بود خبر بده. درست است؟ شاید که کمکی کده بتانیم. درست است پدر. نه با پدرت زیاد سلام بگو. درست است دخترم؟ بچه‌شم خاله جان حتما. یوسف جان اول باده را برسان. خوب گفت که کار داره. درست است مادر. خداحافظ بچیم. خدا حافظ. شبتان بخیر. آی چی یک شب خوبی بود یلماز خان. خوب شد که او را دعوت کردیم. اما تو نیست یک دانیم؟ فکر کنم امشب کلی چیز طبق میلت بود خانم کاکا. شب بسیار خوبی بود. هوا و یوسف هم با هم آشتی کنن. بله. خدا نگاهشان کنه. خوب دیگه. شب بخیر. شب بخیر یک دانیم. شب بخیر. ما استراحت میکنم. برین استراحت کنین یلماز خان. زنده باشی سلطانه. میفهمم که بسیار خسته شدی اما بسیار خوب تیر شد. حالا دیگه میز غذا را جمع کن. شب بخیر. شب بخیر. بسیار خوب تیر شد. بالاخره ای زن حتما او دختره به یوسف خان میرسانه. کجاستی هوای لودا؟ کجاستی؟ وای وای وای. حالا دیگه منور نفس عمیق بکش. حالا منور تو خوب هستی؟ ایگه با تو از ما میپرسی؟ ها؟ بزرگترین خیانت تو ده حقم کردی. حالا با تشویش هستی که چطور هستم؟ تو تنها کسی را که در تمام زندگیم دوست داشتم از من گرفتی. محبت مرا از من گرفتی سلما. من فقط سر تو اعتماد کرده برای عشق ما برات گفتم. تو چطور دانستی به من خیانت کنی؟ افسوس به تو سلما. اما به نام تو دیگه کدام دوست ندارم. منور قسمی که تو فکر میکنی نیست. راست میگم من به تو خیانت نکردم. گپ نزن داره تبسته کن. من از تو نفرت دارم سلما. منور صبر کو. سلما
چیزی را که شنیدم راست است. خواهر چطور هستی؟ سلطانه من خوب هستم، اما با تشویش حواسم اونجاست. با خدا او مثل باد اینجا آمد و پس رفت. خواهر خیرت باشه، چیزی شده؟ به من زنگ زده بود، گفت اگه از خانه شما کسی زنگ زده برش بگو که مریض استم. این دختر باز کدام بازی رو برای انداخته؟ با خدا ما هیچ چیز درست نفهمیدم. گفت که مادر مریض است، پیش او میرم. من فهمیدم کاسه زیر نیم کاسه است. از همین خاطر بر زنگ زدم. یعنی این دختر کجا رفته باشه؟ خدایا خود دختر من کمک کن. گوش کن چی میگم، اگه خبری شد بریم زنگ بزن. البته که زنگ میزنم، چرا زنگ نزنم؟ حالا قطع میکنم. خداحافظ. بیا. چی میخوای دختر؟ خواهر تو برم گفته بودی که دایی خانه باید دستیار تو باشم، هموته نیست؟ امشب جونه ده اینجا آمده بود. وقتی یوسف خانده پایین بود هوا همراه او گپ میزد. وقتی که شما از پیشش رفتین بازو جونه دفتن از اینجا گم شد. دیگه خودت میفهمی خواهر. اگه برادرت از این موضوع خبر شود تو را زنده نمیمانه. بیادرم از پول من آن میخوره. ایره خوب یاد دارین. بیازو فراموش نکدیم، اما این موضوع کاملا فرق داره. این مسئله ناموس است دختر، در مقابل ناموس کل چیز بیارزش است. گپایتون خلاص شد مادر؟ بیبی دخترم، منور مثل خواهرت بود، اما دور از دست دادی. چیزی که شنیدم حقیقت داره امین. شما چطور دانستی نبایی به این کار کنی؟ پیش روی تسایی که بیادر کور هستی؟ بسیار میبخشین. بخشیدمت. داخل می اومدین و یک قهوه می نوشیدیم. پدرمشون خوش می شدن، اما فکر میکنم با تشویش نامزدتان هستن. بله واقعا همی خسم است. کدام وقت دیگه میایم؟ هرچند نمیشناسمش اما بازم برش بگو که شفا باشه. حتما میگم. با زودی با هم دیگه آشنا خواهد شدین. تا اینجا شما رو به زحمت ساختم. شب بسیار خوبی بود. بسیار تشکر. استغفرالله. با ما شب بسیار خوبی بود. شب بخیر. به شما. نه تو کجا بری؟ آی شما هستین پدر؟ خاله حمیده مرا به غذا دعوت کرده بود، اونجا رفته بودم. خاله حمیده؟ حمیده خانجی اغلو. فهمیدم. و بچه اشترام تا خانه رساند همه نیست. شما مرا تعقیب میکنین پدر جان؟ بسیار مهربان هستین، تشکر میکنم، اما امروز بسیار خسته شدم. با اجازهتان میرم که استراحت کنم. باده در روز تو از مسئولیتت زیاد فرار میکنی. وقتت ناق سپره میکنی. چند روز میشه که به شرکتم نرفتی. آقا حلمی برم گفت. با آقا حلمی بگوین به جای تعقیب کردن من متوجه کار خود باشد. از این من شرکت استعفا دادم. فکر کنم فراموش کردین پدر. اما ما استعفای تو را قبول نکردیم. ما به قسم کارهای حق ناق وقت نداریم. ما کارهای مهمتر از این داریم دخترم. در شرکت هیچ کسی نیست که از کارهای لعنت مراقبت کنه. میفهمی که به زودی من خارج از کشور میرم و بعد از رهبری شرکت به عهده تو است. یعنی که باید از کارهای شرکت تو مراقبت کنی. فهمیده شد؟ اوه خدای من. جونید من دیگه میرم، با تشویش میشن. تا وقتی که چای تنه نوشی از اینجا جای رفتن نمیتونی. به احترامی میشه اما تو نیست. خدا لعنتت کنه.
درست شد؟ کجا میری؟ الهمکو جونت ببین با هم گپ زدیم، گفتم که پولت برات میارم، درست است؟ دا ظرف درست. توبه توبه پشت من ایلاکو. دی وقت شب تنها رفتن نمیتونی، من میرسونم. تشکر، من خودم رفتم میتونم. دختر گفتم حرکت کن. الهمکو با من دست نزد، برو. شماره را که شما دایر کردید فعلا به دسترس نمیباشد، لطفاً بعدا تماس بگیرید. جونت همینجا استاد کن، من پایین میشم. نمیشه، یک قدم را مونده. جونت گفتم پایین میشم، بزو داخل کوچه شدن نمیتونی، سرک جور میکنن را بسته است. توبه توبه، این کار چی وقت شروع شد؟ ما چرا ندیدم؟ شام خمونجا بودم. توبه توبه. مرا فل فکر کردی هوا اوش کنی امرای ما قسم بازی ها را انجام ندی هوا. واقعا؟ دختر تو دیوانه شدی؟ چی میکنی؟ میخوای خودکشی کنی؟ بله دیوانه شدیم. الهمکو جونت تو منو با این کارا وادار ساخته نمیتونی. ما با هم توافق کردیم پولت هم میتونم و بین ما دیگه هیچ موضوعی باقی نمیمونه، فقط همین. ببین اینا میبینی؟ خوب ببین، من نامزاد شدیم، از خود مسئولیت دارم، من دیگه آرام بان جونت. لعنتی. بیزو من نمیتونم برشان بگویم، هر چی که میخوایی بگویی خودت برشان بگو. وقت شما هوا را اینجا خواستین با تشویش شدم. چطور هستین مادر؟ زنده باشی بچیم، کدام گپ مهم نیست. معلوم میشد هوا بسیار ترسیده. فکر کردم وضعتان جدی است، اما حالا که شما را دیدم راحت شدم. حالا بهتر است نعمت نیست؟ خدا را شکر. هوا کجاست؟ خوابیده؟ مادر کدام مشکلی است؟ نه بچیم، ما او را به دواخانه روان کردم. کاش که به ما زنگ میزدین.
چرا دایی وقت به تنهایی دواخانه رفتی؟ چرا با ما زنگ نزدی؟ خب راستش مهمان داشتی، نخواستم که مزاحمت شم. بذار وقتی رفتم دواخانه هم بسته بود. خیر است، ما رفتم یارمشان. نه بچه، هیچ ضرور نیست. بعد از رفتن هوا دست که حالم از سیل کردم، دوایم کمی مانده بوده، حال شکر خوب هستم. ها پس خوب است. پس درست است. با کدام چیز دیگه ضرورت دارین؟ زنده باشی بچیم. تو رام بنا حق دی وقت شب ناراحت ساختیم، خدا کمت نکنه. یه قسم نگوین مادر. هر وقت به چیزی ضرورت داشتین بگوین. به از رمزی پدرم هم نیست. ما دیگه حالا میرم. درست است، من تا دروازه همراهت میرم. نه خیر، تو همینجا پیش مادرت باش. این گپم امکان داره جانم؟ هوا، ما بیگانه نیستم، تو پیش مادرت باش. من خودم میرم. شب بخیر مادر جان. خداحافظ. شب بخیر. تو اینجا بیا دختر بیعقل. بیشی مادر، تو باز چی بازی رو برا انداختی ها؟ مادر چی میکنی؟ اوگارم کردی؟ بله مادر، وقتی کارت بند شد مادر، تو مرا کدام بالش فکر کردی؟ ده هر جایی که دلت خواست بانیش. بس است دیگه، بس است. زود باش، کل چیزه برایم بگو، زود باش. پدر زنگ زدم براتون خبر بدم. شریف مادرم دوای خود خورده. وضعیتش خوب است، یعنی فعلا گپ قابل تشویش نیست. مام در راه هستم، حال خانه میرسم. منور درست است، کدام گپ نیست پدر. از کورس برآمده، من هم یالا دیدمش. او را گرفته خانه میایم. درست است. منور چی شده خواهر جان؟ چرا اینجا شیشتی؟ ای چی وضعیت از هوا؟ ها؟ میخوای طرف او پدر دیوانت بری یا طرف او خاله بد اخلاقت؟ بازی چی معنی داره که تمام کارایت با دروغ و فریب حل میسازی جانم؟ دیگه چاره نداشتم مادر. بدترین وضعیت هم از فریب کاری بهتر است. ما شما رو همین قسم تربیت کردیم؟ از خوردی تا به حال همیشه براتان نگفتیم که در اسمان داران بودین، راستی رو به دروغ ترجیح بتین؟ این گپ خوب در مغزت جای بته. هیچ دروغی تا ابد پنهان نمیمانه. دیر یا زود تمامشان آشکار شده تو رو شرمنده میسازن. تنها شرمندگی هم نه، بلکه یک عالم بدبختی ها رو به وجود میاره دخترم. باز هیچ کس بالای ده هیچ مورد اعتماد نمی داشته باشه. باز تو به اجازه کی این قضیه پای مرا دخیل ساختی؟ وقتی یوسف در مقابلم دیدم حیران ماندم برای چی بگویم، چون دروغ گفتن یاد ندارم و هیچ وقتم دروغ نگفتیم. بیبی اگه من یک قسم خاموش میشینم و برای چیزی نمیگم، فکر نکنی که ازت حمایت کردم و هم دستت شدم دختر. برات گفته باشم من از رگ رگ تو خبر دارم. گپ فهمیدی؟ بازو خو کدام بیگانه نیست. با کی دروغ میگی؟ کی را فریب میدی؟ او خو کدام احمق نیست. فردا پس فردا او بچه شوهرت میشه. پیش از عروسی اگه توی قسم با دروغ و حیله‌گری پیش بری، هیچ میفهمی که عاقبت شما دو نفر چی خواهد شد؟ ما شما رو همین قسم تربیت دادیم؟ تو هیچ شرم و حیا نداری؟ چرا اینقدر دروغ گفتی؟ بس است دیگه مادر. بله من میشرمم، بسیار زیاد میشرمم، اما بیشتر به خاطر پدرم میشرمم، چون که من به خاطر درست ساختن خرابیای او دروغ سر دروغ گفتم میرم. من دیگه چاره ندارم. چرا نمیفهمی مادر؟ باندگه جانم، این موضوع با پدر چه ارتباط داره؟ او حال اینجا نیست. اما از اونجام شر خودم میرسانه. خبر داری؟ به خاطر پدرم جنید خانه یوسفشان آمده بود. اینم میفهمی؟ پولی را که به خاطر نامزدی برش داده بودم به جنید ندادم. یعنی که ما هنوز هم از جنید قرضدار هستیم. اصرار میکرد که پولم بده. یوسف هم در خانه بود. به خاطری که او دو نفر همدیگر نبینن. میفهمین من چی کشیدم؟ چی میگی؟ پس رمزی پول او جواهرات چی کده؟ چی بفهمم که او را چی کده؟ آه رمزی، آه من با تو چی بگویم؟ راستی هم جنید شام اینجا آمده بود و در مورد رمزی پرسید. گفتم که چی میخوایی؟ گفت که در بین ما یک معامله ناتمام مانده. هیچ فکر نمیکردم که قسم یک موضوع باشه. خب باز تو چی کردی؟ او درست برای مهلت داد. گفت اگه پول برش نتا باز رفته از یوسف میخواه. آه رمزی، اگه دستو پایت توتا کنم بازم دلم یخ نمیکنه.
بیادر چطور یه قسم شد؟ من چی کردم که همراه من یه قسم میشه بیادر؟ چی شده خواهر جان؟ لطفاً برام بگو. از اون نفرت دارم، ازشون نفرت دارم. از کی نفرت داری منور؟ کی همراه تو چی کرده؟ بگو خواهر جان. اویگار است. ما او به شرف از بین میبرم. پلیس گرفته شما هم دیگه پشت شرها کدم گفتم گم شد. آدم به شرف. اویگار نیست. پس کی است منور؟ امین است. گفتی امین؟ امین چی کده خواهر جان؟ داله که مورد دیوانوار دوست داشت. مورد دیوانوار دوست داشتم، با نزدیکترین دوستم یک جای شده. نه آشپزخانه است دخترم، نه اتاق خوابش. نه مادر، ما ناق وقت خود از ضایع میکنیم. پدرم وقت و پول مصرف کرده. میبینی؟ باز بدونه ای که خجالت بکشه و به شرمه رفته به خود ساعت خریده. یک دقیقه، این همون ساعتی نیست که پدرم در نامزدی دستش بسته کرده بود؟ بله، به من گفته بود که از دوستم قرض گرفتیم. آی هوای احمق، چطور سر گپاش باور کردم؟ در روز نامزدی جواهرات ما برش داده بودم که بره بفروشه پول و جنیت احمق برش بده. و هم بدونی که به شرمه رفته به خود ساعت خریده. این چی قسم آدم است؟ برم بگوی نگه در این دنیا سر پدر خود اعتماد نکنم، پس سر کی اعتماد کنم؟ دختر ما، به خاطر که او را شوهر خود قبول کردم، اگر راست بگویی زندگی خود تباه کردم. اوف، به نظر تانیسا تو قدر پول خواد شد؟ مام درست نمیفهمم. در ضمن او تمام پول بالایی نداده، حتما یک مقدار از او پول برای خودش گرفته. دعا کنین که همین قسم باشه. اگر نیمده تمام زندگی نمیتونم اقدر پول جمع کنم. آی بخواست که بریم زود باش. کجا بریم؟ رفته ای ازش پرسان میکنیم که او ده حق تو چطور ای کار کده تونست. بیادر منور حسابی کارایشه با ما بته، بعدن باید از اینجا برای همش برک تمام گناهیشه گرفته گم شو. بخیز بیادر لطفاً بگه پایم گوش کنین لطفاً. با چی باید گوش کنم منور؟ چی را گوش کنم؟ در حالی که توی خجیگر خونه سی چطور میتونم آرام باشم؟ بیادر تو یک بار دیگه میکاره کده او را از ارگو بیرون ساخته بودی. اگه بازا میکاره کنی با این کار دردای من دوا نمیشه. اینقدر به من درد داده که حتی چیرش دیگه نمیخوایم ببینم بیادر. هر قدر که پشتی موضوع را بگیریم بیادر، ما همون قدر رنج میکشم. بیبی تو خواهرم هستی، تو ته جیگرم هستی. تو را در حالت دیده چطور میتونم آرام باشم؟ به خاطر یک قطره اشک تو دنیا را نابود میسازم. پس تو برام بگو که چی کنم. بگو خواهر جان، بگو چی کنم. بیشی فراموشش میکنیم بیادر. تمام ای اتفاقات و کارایی را که همین کده فراموش میکنم. فردا صبح وقتی بیدار شدم حتی نام امینم نمیخوایم به یاد بیارم. میخوایی کارای او را به جواب بانی؟ اگه تو را مجازات کنی بازم مرنج میکشم بیادر. هر باره که نامش به زبانت میاری مرنج میکشم، چرا نمیفهمی بیادر؟ با
توی قطر روز دوبار خود مردم زندگی کردن خود دانستم. اگه میخوایی به من کمک کنی باید فراموشش کنی تمامی اتفاقاته. گپایی که برات گفتم فراموش کن. این موضوع بین ما مثل یک روز باقی مانه. از تو فقط یک چیز میخوایم بیاده. به من کمک و تا دفن کده بتانم. لطفاً بیاده. تو این کار کده میتونی خواهر جان؟ گوش کن منور. کسی را که تو دفن میکنی اگه یک روز زنده شد باز مرا در مقابل خود خود دیدی. دخترم چرا قدر وقت بیدار شدین؟ تو میری دخترم؟ بله میرم مادر. دیشب خب با هم گپ زدیم باید او پول پیدا کنم. متوجه خودت باشی عزیزم. درست است شما استراحت کنین هنوز وقت است. درست است. بیادر تو هنوز نخوابیدی؟ ای کار نکو دیگه. این قسمی چطور به کورس رفته خود تونستی؟ کورس چی بیادر؟ بسیار خسته هستم. ما که پیشو دختر روی دارم که برم درس بتم. در مقابل منور رفته درس بتم ها. بچهش بیاز او کورس خود تبدیل خود کرد. او در هر جای که خواسته باشه درس خونده میتونه. اما در اینجا وظیفه توست فراموش نکو که این کاره. بچه قدر مشکل به دست آوردی. لطفاً برو به کارت ادامه بده. ما در قصه کاروبار نیستم بیادر جان. جگرخون نباش بیادر جان، جگرخون نباش. اما باید اونجا بری وقتت خود تیر میشه. اگه این قسمی ادامه بدی باز دیوانه خود شدی گفته باشم. حالا دیگه حالا زود باش، من چای دم میکنم بخیز. آفرین بلند شو دیگه. صبح بخیر جان بیادر. صبح بخیر بیادر جان. خوب هستی؟ خوب هستم. حالا دیگه بیا که صبحانه بخوریم. من هیچ اشتها ندارم بیادر. درست است، ما تو را به کورس میرسانم. شاید قسمی فکرتم دیگه شوه. نه من خودم میرم. اعتراض نکن منور. تمام فکرم طرف تو خود بود. حالا دیگه آی سلطانه، ایرا خوب در سایه مانده بودی. یک هفته میشه که در سایه بوده. تا که تانستم مخلوطش کردم اما فکر کنم درست مایه نشده. چرا چی شده؟
بسیار تلخ است. هیچ خورده نتونستم. صبح خیر. صبح خیر. صبح خیر. صبح خیر. ای خوب هستم دخترم، خوب هستم، تشویش نکو. دوایم هم خوردم. سلطانم در غذا سیر گرد کرده بود. نمیفهم سیر در این وقت از کجا کردم. ما فکر کنم برم خوب خواد بود. حالا دیگه بیشینین نی؟ نه خیر، ما منوره به کورسش میبرم. نه کار خوبی میکنی، اما یک لقمه یک چیز بخو. اولادایم ببینین این زن بیچاره چقدر زحمت کشیده. ما و ای با هم صبحانه خود خوردیم. خوب است، درست است. حالا دیگه خداوند ذهنتان روشن کنه دختر. زنده باشین مادر جان. بازم رنگت زرد پریده. آی منور، به خدا شما مرا یک روز خواد کشتین. تو چرا سرت قدر فشار برینه که درسایت زیاد شده؟ یک دفعه این وضعیت تسهیل کو. مادر جان دیشب تا صبح درس خواندم. حتما از می خاطر از دی وقتا کم بیخواب هستم. آی درست است، درست است. فقط همه چیز خودتون میفهمین دخترم. خداگاه روز بخیر. خداحافظ تان مادر جان. باش یک گپ برات میگم، بلی از خدا کم متوجهش باش. به خدا تشویش ایره دارم که مریض خود شد. شما هم دیگه چقدر به این کورس اهمیت دادینه؟ درست است شما تشویش نکنید. وقتی میرفتی یک دفعه با درم بیبی بیا زود سر رایت است بچیم. اگه وقت داشتم میرم. خب دیگه خداحافظ. پیش از اینکه دفتر بیایی یک بار مطبع برو. او اوراق همراهت بیار. ما دیشب با هم در مورد چی گپ زدیم پدر؟ شما مرا مجبور میسازین. باده چیزی که من میگم همون کار کن. تو باید از این شرکت محاسبت کنی، فهمیدی؟ بعد ضمن نباید همراه من از زبان بازی کنی، فهمیده شد؟ یک گپ دیگه، در مرغوب ساختن رنگا باید بسیار دقت کنی، بسیار دقت. میفهمی که در این نزدیکی ها او را به نشر میرسونی. بعدا اوراق گرفته به شرکت برو، فهمیده شد؟ درست است پدر. آقا جلال. یوسف خانجی اغلو. محمد خانجی اغلو. دیشب یوسف خان دخترم خانه رسانده بود. نه که حال تو پشتش آمدی چطور؟ شاید خانم باده براتون گفته باشه که ما بعد از این شرکت خانجی اغلو احتیاجاتش از شرکت ما خریداری میکنن. یعنی لوازم مورد ضرورت کارگرا را. قرار بود امروز صبح با هم ملاقات داشته باشیم اما فراموشم شده بود. ام دفعه میتونین این کار انجام بدین. اما اگه دفعه بعد این مسئله را جدی بگیریم و رسمی بسازیم به نظر من بهتر خود بود آقا محمد. البته آقا. روز خوش. روزتان بخیر. خداحافظ پدر جان. فکر کنم با پدرت نگفتی که در شرکت ما کار میکنی؟ هنوز برایشان نگفتم. نخواستم که قسم دفتن خبر شوند. در ضمن من یک دختر آزاد هستم محمد خان. مجبور نیستم به کسی حسابی بتم. هر قسم که خواسته باشی با ما هیچ فرق نمیکنه. بیا تا که در مورد سفارش ها گپ میزنیم یک صبحانه بخوریم. قبلا براتون گفته بودم من در موتر کسی دیگه سوار نمیشم. این یکی از قوانینم است محمد خان. در شرکت میبینیم. روزتان بخیر. درست است خانم باده. آی سلطانه. آی ایره بگی بلیاز خدا. اوف من با این عادت کرده نتونستم. به خاطر که بتونم ضربان قلب من بهبود ببخشم میدیم از بین خود بردم. شفا باشه انشالله. تو اینجا بیشی سلطانه؟ بیشی یک دو کلمه گپ بزن. بسیار وقت میشه با هم گپ نزدیم. خیرت باشه خانم چی بگویم؟ یعنی چی که چی بگویم؟ ما و تو در مورد چی باید گپ بزنیم؟ البته که در مورد هوا. نه چی گپ است؟ دیشب آمده بود نی؟
چله را دوباره ده انگشتش کده خانم هوا. نظر به ای که تو هم تا به حال دی مورد چیزی نگفتی، یعنی که تو هم قبول کردی؟ نه جانم، شما که در موردش بس نکدین، باز ما هم نخواستم که مزاحم شوم همراهتان گپ بزنم. خانم سلطانه جان، تو هیچ وقت مزاحم نیستی. چی بفهمم دیگه خانم؟ به هر صورت از این گپا میگذاریم. خب باده به نظرت چطور است؟ دختر خوب معلوم میشه خانم حمیده. چرا ایره پرسیدین؟ دختر خوب معلوم میشه؟ بس همه قدر؟ ای تو مرا خود کشتی سلطانه. او دختر ای جوره نداره، بی نظیر است، بی نظیر. حال منظورتان فهمیدم خانم. شما میخواین که بجای هوا خانم باده عروستان شوه، همتون است؟ زندگی همیشه ده تغییر سلطانه جان. امروز قسم از فردا شاید دیگه قسم باشه. شاید که مسیر باده تغییر کنه ها. در ضمن هر روز یک خورشید نو طلوع میکنه، ایره فراموش نکو. من یک دفعه پیش یلماز خان رفته پس میاییم. هر وقتی که تو جگر خون می بودی مادرم به تو نان اصل دار آماده میکرد، یادت هست؟ بگی. باز تو هم اصرار میکردی که بمان بته درست چند بجه شروع میشه؟ بیادر، ما باید یک گپ برات بگویم، بسیار مهم است. بگو خواهر جان. در مورد همین است. نمیخوایم وقتی از دیگر را شنیدی باز فکر کنی که ما ازت کدام گپ پنهان کردیم. خیرت باشه. امین در کورس ما به صفت استاد درس میده. چی؟ فقط که دیگه کورس وجود نداره، اما تو نیست. بس من رفته تو را از اونجا در یک کورس دیگه ثبت نام میکنم، درست است؟ بیادر جان، ما به این خاطری گپ نگفتم. بعد از این دیگه تنها هدف ما دانشگاه است. یعنی حالا دیگه با برنامه استاد خود عیار ساختیم، نمیخوایم که کورس ما تاخیر بتم. لطفاً بیادر. راستش هیچ خوب نمیشه تو امرای او به شرف در یک صنف باشی. پدر ما ممیاله درباره تو فکر میکردم. میگفتم که اگه یک بار همراه یوسف گپ بزنی که من از این جنجال خلاص شوم بسیار خوب میشه. پدر تو با ما درد سر هستی. من هیچ وقت نمیتونم از کارهای بدتون نجات پیدا کنم. ما باز چی کردیم؟ یعنی چی کردیم؟ او پول داده بودم که بعد جونیت بدی، اما تو در جیب خود ماندی. او احمق به خانه یوسفشان آمده بود، میگفت که پول ما بده. وای بیشرف، وای تو هم به گپای او باور کردی، اما تو نیست. پدر کوشش نکن به من دروغ بگویی. با پولی که من برات داده بودم رفتی هر چی که دلت شد برات گرفتی، اما تو نیست. به خدا من گناهی ندارم. من پول ابا جونیت بردم اما او نبود. وقتی در اونجا نبود باز گفتی که پول از مست و در جیبت ماندی، اما تو نیست. پدر لطفاً اینو نگویی که تمامش خرج کردی. اگه بگوییم باز چی خرج شد؟ ما در ایران به خاطر پول قدم مونده بودیم، به خاطر پول. از اول از تو پرسیدم، گفتم که میخوای صاحب تمام دارایی یوسف خان شوی، گفتی بله میخوایم. بعدن عاشق او شدی. باز هر وقتی که موضوع پول در میان میآمد تو تیر خودم میآوردی. شاید تو از نعمتهای دینوی منصرف شده باشی، اما من این کارو کردن نمیتونم. خانم کوچک، به خاطر که اشتباهات شما آشکار نشه خودت در جنجال انداختم. بیبی اوش کنی که با ما مخالفت نکنی، اوش کنی، فهمیدی؟ ما و تو با هم دست هستیم. اما قسمی که من از شما حمایت کردم شما باید از من حمایت کنین، فهمیدی؟ خب پس حالا میگی ما باید چی کنیم؟ بگو دیگه. من یک راه را بلد هستم، اما نمیفهم که نظر تو چی خواد بود. درست است. در نیم ساعت خودم میرسانم. بسیار تشکر. ما پایین میشم بیادر، شاید درسا شروع شده باشه. قسمتم همیشه بچه را در پیش روی میاره. بان کمرای شک بار گپ بزن. بیادر لطفاً، تو امرایم وعده کرده بودی که کاری نداری.
ما دیگه به او اهمیت نمیتم بیادر جان. او را از فکرم پاک کردیم. لطفا تو این موضوع را فراموش کن. درست است؟ منوری قسم تحمل کردن نمیتونم. من خب برات گفتم که موضوع دیگه مطرح نخواهد شد. درست است خواهر جان، درست است. درست است. بسیار زیاد تشکر. خب دیگه خداحافظ. خب دیگه خداحافظ خواهر جان. صبح بخیر. جمیله نیست؟ اوف پنار، توبه توبه، خدا رو شکر که او خندان است، مثل تو لبوریش کشال نیست. صبح بخیر دوستا. صبح بخیر. صبح بخیر. دوستا امروز کم صحتم خوب نیست، اما میشه کم کار کنیم. ما به شما کار خانگی میتونم. باز هفته آینده کار خانگیتون نخواهد دیدم. درست است؟ درست است، اما هفته آینده ما امتحان آزمایشی داریم استاد. امروز قرار بود که موضوعات باقی مانده را درس بدین. اگر از درس‌ها پس میمانیم. درست است. اگه شما یک قسم میخواین پس درس میخوانیم. با خدا یک مشکل حل نمیشه که دیگهش پیدا میشه. اما ما برات دگپ میگم، مشکل او جونت پول نیست و فقط میخواه که با یک شکل با ما جنجال جور کنه دختر جان. با هر دفعه موفق میشه که به خود یک بهانه پیدا کنه. اما تو هم اشتباه کردی. رفتی پول به کی دادی؟ اگه پول به من میدادی بازی موضوع وقت بسته میشد. اگه رمزی دیوانه پول مصرف کرده باشه بازو پول چه قسم دوباره پیدا کنیم؟ راستش خو یک چاره پیدا کرده، اما من قبول کردن نمیتونم خاله که او کار انجام بتم. اما چاره دیگه هم ندارم، هیچ نمیفهمم که چی کنم. حالا ایره بگو که او چی چاره پیدا کرده. بگو. در تلفن صدایت خوب معلوم نمیشد. چی میخواستی بگویی؟ راستش خبرهای خوشی ندارم یوسف. خیرت باشه. او قدرم خیرت نیست. درست است، بیا بالا رفته گپ میزنیم. با تشویش شدم. حال دیگه پورا کو. ای بلبل ما دوباره به خواندن شروع کرده. خدا میفهمه که باز کدام بازی را شروع کرده. بیا داخل. اینجا بشی و برام بگو ببینم چی شده. گفتنش کمی برای مشکل است. توبه توبه. از این بیشتر مرا به تشویش نساز. بگو دیگه چی گپ است؟ ایرا میفهمم که خواسته های پدرم هم تو را و هم خانوادیت ناراحت ساخته، اما اگر موضوع جدی نمی بود بازی قسم یک چیز را ازت نمیخواستم. من با کم پول احتیاج دارم یوسف. با خاطر چی؟ او کاکایم که در استانبول بود بیاد داری؟ بله بیاد دارم. او حال مریض است. قبلا صحتمند بود اما حالا حتی کار کردم نمیتونه. حالا خانم بیچارش با 3 طفلش فعلا در میدان ماندن. با کسی هم چیزی نمیگه، اما وقتی دیروز تصادفا مادرم برای زنگ زده بود باز گپ از دانش برآمده. ما هر چقدر پولی که داشتیم تمامش دیروز براشان روان کردیم، اما کافی نبوده. کاکایم باید هر چه زودتر عملیات شوه. من کاکایم بسیار دوست دارم یوسف. وقتی به استانبول رفته بود و بدونی که بگوید چرا آمدی دروازیش برای این باز کرد.
از خوردی تا حالا بالایم بسیار زحمت کشیده. بدون تو کسی دیگه به فکرم نامد. ایت نمیفهمم چی کنم. دست و پایم کاملا بسته شده. به زوال پدرم هم صاحب وظیفه شده. آیسته آیسته دوباره تمامش خود پرداختیم. اگر میشه برام پول قرض بدی یوسف. این خوبی تا جبران میکنم. خواهر فکر کنم که هوا از رفتن جمیله هیچ خبر نداره. چطور؟ وقتی او را در اینجا ندید پرسید که کجاست. او دختر به خاطر پرداخت قرضی خود از اینجا رفت. ای جناب تا حال خبر نداره که چی گپ است. مغزت با قسم گپا مغزش نساز. به کارت برس. دختر مرا دیوانه نساز. گپ بزن بگو که چی کردی. پول به دست آوردی؟ نه خاله پول نداد. حالا من چی کنم خاله؟ چی میگی؟ البته بعد از این همه اتفاقات و دیگه سر ما اعتماد نمیکنه. البته که نداره. هیچ نداره. خدا تو را نگیره. در این وقتا بسیار شوخ شدی. چطور تونستی همه پول ازش بگیری دختر؟ صبر کو برات میگم کی چطور گرفته تانستم. یوسف مرا بسیار دوست داره. اگه ازش جانشم بخوایم بدونه که فکر کنه فدایم میکنه. یعنی قدر سر خود اعتماد داری؟ حالا توی گپا را بال. ما از تو یک چیز میخوایم. لطفا توی پول برده با جونیت بده. درست است؟ خاله حالا که ازش روی دو دادیم دیگه نمیخوایم با او احمق رو برو شوم. خوب است اما حق زمین خودم میگیریم. وان دیگه بذار تو به من را نشان دادی. از چیزی که لایقش هستی زیادتر بعد از خاط آوردی. ایره میفهمی هیچ امیدی نداشتم. حالا که مطمئن شده یوسف شوهر تو خواهد شد باز کم کم به خوردن پولای شروع کردی. وان دیگه تمامش از شما باشه خاله. چشم من به پول دارایی کسی نیست. کافیست که جونت احمق از ما دور باشه. بذار ما این پول ازش قرض گرفتیم. بعد از اشتباهات ما جبران کرده یک زندگی نو به خود شروع میکنم. دیگه این قسم پیش نمیرم خاله. خوب متوجه باش که یک دفعه این صفحه هم سیاه نشه. تو میخوایی چی بگویی خاله؟ لطفا سر اصل موضوع بیا. من در مورد باده گپ میزنم. در مورد باده. باده؟ او دیگه کی است؟ مدیر نو یوسف خان. ها اما دختری که نو در شرکت استخدام شده. دیشب اینجا به غذا خوردن آمده بود. اما تو نیست؟ بله آمده بود به غذا خوردن. حمیده حیران مانده بود که او رو کجا بشانه. اگر از دیگران نمیشرمید باز دختر بالای سر خود میشان. یک قسم مهمان نوازی یک قسم محبت به او نشان میداد که هیچ گفته نمیتونم. گوش که من برد یک گپ میگم. او بدونه که کسی چیزی بفهمه میخواه او دختر وارد خانواده بسازه. خاله من نمیفهمم که توی گپا از کجا میفهمی؟ دختر من 40 ساله هستم. فکر میکنی از مکده بیشتر میفهمی؟ به نظر من که اشتباه میکنی شریک. خانم حمیده قسم کارا نمیکنه. او مرا دوست داره. تو رفتارش با من نمیبینی؟ جانم ما آماده هستم بیا که بریم. درست است میایم. خداحافظ خاله. خداحافظ بچه. خاله لطفا زودتری کار انجام بدی که من راحت شوم تا جون دیگه به من مزاحمت نکنه. خداحافظ. خداحافظ. تو با مزاحمای نو چی خود که دیده ای باره فکر کردی شریک جان؟ امین تو در اینجا چی میکنی سلما؟ میخوایم همراهت گپ بزنم. سلما من کار دارم. گپ ما مهم است. چی شده؟ بگو زود باش. منور دیشب پیش من آمده بود. در مورد همه چیز فهمیده. همین خبر دارم. ایرام حتما خبر داری که ما برش نگفتیم. همونتون است؟
من فکر کردم که شاید تو برش گفتی. دیگه کسی خود از این موضوع خبر نداره. همین. فهمیدم. یوسف از این چه روشن میشنی؟ ها. هوا بیبید اینجا بانک است. پول کاکای برش بفرستیم که کارش را بفته. نه لازم نیست. بذار خالم شماره حسابش هم میفهمید به او دادم که او برش بفرسته. درست است. با سال تو را میرسانم. ما باید به شرکت برام. چی؟ من فکر کرده بودم که امروز به قهوه نوشیدن میری. اما حالا در شرکت با آدم منتظرم است. درست است بشونی تو ترشنگی. به خاطر قهوه نوشیدن با نام زدم هر وقت فرصت دارم. تا 1 ساعت بعد خلاص میشه. قربان شام، کم کوشش کو که محکم باشه. عجله کو که رفت آمد زیاد شده. درست است؟ درست است بیادر. درست است. روزتان بخیر. بله پدر. چی کنی دختره؟ امرا یوسف گپ زدی؟ بله خوب هستم. شما چطور هستین؟ خوش شدم که بخیر دل شد. من خبرت گفته بودم شوهر تو میشه. اگه امرایو گپ نزنی و از اون نخواهی پس از کی میخوایی دختر؟ خوش آمدین. پدر ما حالا امروز یوسف به قهوه نوشیدن آمده. میشه که بعدن گپ بزنیم؟ درست از دختر میبینیم. چی میکنی؟ پدرت مایوس نساز. از اینجا مرن نجات بده. بسیار خسته شدیم دخترم به خدا. درست است پدر باز گپ میزنیم. خب دیگه خداحافظ. قهوه بیاره. خوش آمدین. چی میخواستین؟ لطفاً 2 قهوه بیارین. درست است. پدرم به قریه رفته. مشتریا کدام زمینم میخرن از این خاطر اونجا رفته. تصادف خوبی است. چرا این قسم گفتی یوسف؟ همراه قهوه کدام چیز دیگه میخوایی؟ یوسف حالا قهوه رو اینه بگو که چرا این قسم گفتی؟ پدرم کدام کاری کرده؟ هوا از من پرسان نکو. ایره از پدرت پرسان کو. وقتی توی قسم میگی پس حتما پدرم کدام کاری کرده؟ اوف پدر. توپراک گناهکار نبوده. گناه پدرت بوده. گزارش دینه را پدرت تبدیل کرده. چی؟ جمیلان به او کمک کرده. نوشی جانتان. زنده باشی. بعدن به پدرت اخطار داده که گپ افشا می سازه. او گزارشم جمیله در اتاق من مونده. از همین خاطر او از کار اخراج شد. یعنی که جمیله را از کار اخراج کردین؟ با هر صورت هوایی موضوع را دیگه بسته کنیم. یوسف من هیچ نمیفهمم که چی بگویم عزیزم. بله باده. یوسف خان ببخشین که مزاحم شدم اما ما در شرکت منتظر شما هستیم. درست است باده. ما زود خود اونجا میرسانم. درست است. یک دانه ما باید با شرکت برام. اما هنوز قهوه خود ننوشیدیم. میفهمم اما باده به تنهایی نمیتونه کارا را انجام بده. از این خاطر نباید تو را در شرکت تنها بانم. دختر بسیار خوب زحمت کش است. تو هم که شناختیش ازش خوشت میآید. خب درست است. تو که میگی پس درست است. حالا دیگه برو به کارت برس. باز برات زنگ میزنم.
خوب متوجه باش که یک باری صفام سیاه نشه. در مورد باده گپ میزنم، در مورد باده. سلام، میشه که موتر رو تعقیب کنین؟ موترهای کرایی. تبریک باشه. تو ده اینجا چی میکنی؟ شاید بخوایم موتر کرایه بگیرم. تو با مشتریات همه قسم رویه میکنی؟ خانم سلطانه سر اصل موضوع بیا. میشه بگوی چی میخوایی؟ من از تو چی بخوایم ها؟ با این مغرور نباش که نامزادی هوا از لطف تو شده. بگی. پس دلش نخواست که خودش پیشم بیاید. چی شد؟ زور داد تو؟ این آخرین چیزی است که از هوا به دست میاری. بین شما دیگه حساب باقی نمانده. استاد کو، همینجا استاد کو. خاله او کسی که باده میگفتی همی بوده ها؟ کجاستی دختر؟ در نزدیک شرکت دیدمش. خاله تو هم بسیار عجیب استی. این خب بسیار دوست داشته نیست. ولی از خدا یوسف هم به این قسم دخترها سیل میکنه ها؟ چی بفهمم؟ ما همه قسم فکر میکنم. راستی پول به جونت رساندم. خاطر جمع باشه. راستی؟ اوه خدا را شکر خاله. خدا از تو راضی باشه. خب دیگه باز بعدم برات زنگ میزنم. خداحافظ. منور هنوز امور دوست داری همونطور است؟ این آخرین چیزی است که از هوا به دست میاری. بین شما دیگه حسابی باقی نمانده.
ازشان خواستم که در مورد نرخ‌ها یک بار دیگه هم تجدید نظر کنن. یک فهرست کاملا جدید میفرستن. یوسف، امی که تو رفتی خواستم قدم بزنم، باز تا اینجا آمدم. کار خوبه کردی. از دیدنتان خوش شدم. من حواستم. یوسف درباره تا برام گفته بود خانم بده، گفت که شما اینجا کار میکنین. میخواستم همراهتان معرفی شوم. از دیدنتان خوش شدم. یک دانم ای باده نیست. ای خانم از بخش بازاریابی ماست. واقعا پس بسیار میبخشین. باده خانم، نامزدم هوا. سلام، من باده پالالا هستم. هوا، از دیدنتان خوش شدم. ما همچنان. خانم باده میشه که یک بار اینا رو ببینیم؟ البته، چرا نه، با اجازهتان. ما هم دیگه میرم ینگم، میفهمی که کار زیاد است. با قدم زدن برآمدی باز جریان باد اینجا آوردت. البته راستش در بازارم کار داشتم. اینه به خاطر تبریکی گرفتم. یک بار بیبی خوشت میایه؟ ای چی است؟ خودت بیبی. بسیار مقبول است. خوشت آمد؟ یک یادگاری کوچک از طرف من است. در اینجا برکت خواهد آورد. راستش من به این چیزا بسیار اعتقاد دارم. از نظر بد نگاه میکنم. حالا ایره با دستای خود اویزان میکنم. درست است استاد عثمان. من بعداً براتون خبر میدم. میبخشن که مزاحم صحبتتان میشم، اما استغفرالله. استاد عثمان زنگ زده بود، گفت که کارا رو خلاص کرده و پرسید که چی وقت بیایم. بگوین که زود بیاین. درست است؟ فکر کنم بسیار مصروف هستی. آمده بودم که قهوه ناتمام خود تمام بسازیم، اما حالا مشکل است که از اینجا برایم. اما تو اینجا بشیم. من 2 قهوه میخوایم. درست است. چطور پیش میره استاد؟ خوب است دیگه. تو یک بار پایین بیا. بچه‌شم خانم. با ما 2 قهوه بیارین. باده؟ تو ده اونجا چی میکنی؟ کار خود انجام میتم یوسف خان. دیوانگی نکو، پایین شو. درست است یا از تو علش کن. خدا شما را لعنت کنه، کلتون را لعنت کنه. باشه اینجا را مثل دگاهش جور میکنیم. یوسف خان فهرست جدید آمده، میخواین ببینید؟ درست است، میبینم. من فکر میکنم اگه بتونیم بین کیفیت میوه‌جات و سبزیجاتی که با هم یا جدا کش میشن فرق ایجاد کنیم، در بازار موقعیت خوبی رو به دست بیاریم. درست است. اما اول باید قیمت‌های محصولات عضوی خود مطابق با قیمت بازار عیار کنیم. یعنی مردم باید بدون تغییر در قیمت فرقی دو محصول بفهمن. از اینکه با ما هم نظر هستین خوش شدم. آزاد چطور هستی هنگا؟ زنده باشی. منتظر یوسف هستم. راستی در قسمت اعلانات هم باید توجه صورت بگیره. رنگایی که استفاده میشه بسیار جلب توجه راستش اگر نشانه کم کلانتر بسازیم کافی خود بود. در ضمن به خاطر اعلانات جدید بعضی طرح‌ها آماده ساختیم. اونا رو هم براتون نشان میدم. ماشاءالله در مورد همه چیز فکر کردی. یوسف، قهوه سرد شد عزیزم. بله میفهمم جانم، اما من هیچ وقت ندارم. درست است. پس ما حالا دیگه مزاحمت نمیشم، میرم. میشه که شب بیرون رفته یک چیز بنوشیم؟ راستش نمیتونم برات وعده بدم، به خاطر که اگه این کار طول بکشه شبام اینجا میمونه. واقعا؟
خب پس درست است. من به مراد میگم تو را برسانم. نه لازم نیست. به همون قسمی که آمده بودم قدم زده پس میرم. تو هم زیاد خود خسته نساز. من هم میتونم تحمل کنم. تو خود رئیس هستی، اجازه بده که اونایی کارا را کنن. درست است. یک رئیس خوب کارهای مشکل خودش انجام میده. همین قسم خوب است. باش که یک بار رئیس سفارش رو ببینم. بله من اونا رو دیدم، اما کمی کمبودی ها وجود دارد. اینا باید دقیق مطالعه شود. هیچ نمیفهمم که چی بگویم. بسیار جگرخون هستم. من واقعا نمیخواستم که تو را قدر ناراحت بسازم. هیچ مسئولیتی برات نمونده. در زندگی هر کسی میایی او را تباه میکنی. امین تو متوجه هستی؟ هر خانمی که تو را ببینه به یک جنجال گرفتار میشه. اول لبخند میزنی، باز قسمی رفتار میکنی که همیشه در کنارش میباشی، بعدا آهسته آهسته او را نزدیک یک بلندی آورده دستایش اعلام میکنی و بعدا پشتت دور داده میری. حتی فریادای شام به گوشایت نمیرسه. جوان است دیگه. خدا میفهمه که کی اعصابش خراب ساخته که این کارا کرده. من هر چی لازم باشه انجام میدم. خدا را شکر کنین که صاحب دکان شکایت خود پس گرفت، اما باید خساری او را جبران کنین آقا. البته عامر صاحب شما تشویش نکنین، من حلش میکنم. بازم شفا باشه. زنده باشه. ما با تو چی بگویم؟ او دختر دیگه نامزد میشه. بسیار وقت پیش تو را فراموش کرده، اما تو به خاطر عشق و خود رزیل ساخته میری. اما دیگه بس از جونت. ما دیگه از این کارایت خسته شده. هر کاری که میخوای انجام بده، اما مرا دیگه در جنجال ننداز. گفته بودی که میخوایی تنها زندگی کنی. از این بابا تو کاملا تنهاستی. میشه کمی گپ بزنیم؟ شما میخواستین که پارچه مرا ببینین اما هنوز تمام نشده. منور لطفاً قسم نگو. اجازه بده کمی با هم گپ بزنیم. اگه در درسایم کدام مشکل داشتم باز آمده ازتان میپرسم. بغیر از اومده کدوم گفتنی ندارم استاد. منور میفهمم میخوای من از زندگیت بیرون بسازی، اما ایره درک کو که اگه ما اشتباهی انجام دادیم باز تو هم دی مقصر هستی. مرا تنها موندی. برام گفتی که کسی دیگر دوست داری. برام گفتی که بین ما دیگه چیز نمانده، همه چیز تمام شد. نمیفهمیدم که خود از او تنهایی چه قسم بکشم. بله میفهم اشتباهات ما به توضیحات جبران نمیشه منور، اما ایره بفهم که اگه اشتباهات ما مسئول و یا مقصر داشته باشه باز ما تنها مقصر نیستم. فهمیدی یا نه؟ سلما دخترم نشدم نیست. شما راست میگفتین مادر. حتی در مورد ما فکرم نمیکنم.
این کار تو از اول عاقبت خوب نداشت دخترم. این موضوعه دیگه بسته میکنیم مادر جان. دختر مقبولیم. حالا بریم. حالا جانم. حالا دخترم. بیا بیا بیا. پیش از اینکه کسی بیایه به تو بعضی گفتنیا دارم. با خود قهوه آماده میکردم، به تو آماده میکنم. خو قصه کو. همراه جونت گپ زدم. خو پولا گرفته در رویش زدم. گفتم هر کس برای خود بره. گفتم که حساب شما دیگه تمام شده، دیگه نباید مزاحم تو شوه. اوه خدا را شکر. خاله تو من از یک دردسر بزرگ نجات دادی. بسیار کار خوب کردی. دختر ما خود کار خودک کردم، نمیفهمم فایده میکنه یا نه. نگاه او بچه بسیار عجیب بود. به زبان خود گفت که درست است، دیگه پشتش اعلام میکنم، اما چشماش دیگه گپ میگفت. اگه از من مشنوی نباید او را دست کم بگیری. خداوند رو رسمت رو نگاه کنه. هر چی که میخواست برش دادیم، دیگه باید دان خود بسته نگاه کنه. توبه توبه. هیچ میفهمی که بچه به ما چقدر جنجال جور کرد ها؟ هر بار میخواست که مرا بسوزانه، اما هر دفعه به قسم خود ازش نجات دادیم. قسم نگو که خود نجات دادیم هوا جان. هر کار که کردیم با هم انجام دادیم. این گپ خود درست است، اما یک بار فکر کو. موضوع را کاملا حل کردیم. خدا را شکر توپراک صاحب یک زندگی شد. جنیدام عشق خود در سینه دفن کرد. فقط میخوایم بعد از یک زندگی آرام داشته باشم. یعنی میخوای بگویی که دیگه مشکل باقی نمونده؟ البته کمی قسم است. بعد از این دیگه کدام مکر، فریب، دروغ وجود نداره. باور کن دیگه بسیار خسته شدیم. میخوایم با یوسف یک جای شده زندگی آینده خود بسازم. یک گپ خورده فراموش میکنی شریک. غم ما را باید بخوری که زندگی ما هم جور شوه. تشویش نکن شریک، او هم خواهد شد. بیزو وقت من ای کار کنم باز تمام قرضای جبران خواهد شد. راستی؟ فکر میکنی باز تمام دین تدا خواهد شد شریک جان؟ حالا چرا قسم لبرویت کشال گرفتی؟ خاله ها؟ چند دقیقه پیش در تلفن برات گفتم که با در دیدم. خوب است. اشتباه کرده بودم. چی میگی؟ یعنی چی؟ به شرکت رفته بودم به خاطر که تبریکی بهتون به یوسف یک تحفه گرفتم. امروز معرفی شدم. در بین او قدر مردا با دامن کوتاه با موهای باز، او قسم خندا و مذاقاش خوشم نامد. ما خب برات گفته بودم دختر بسیار هوایی است. هوایی است. از بتول کرده زیادتر هوایی است. ای را باید در یک جای مناسب آویزان کنیم. چقدر مقبول است. این تحفه نامزادتان است، همون نیست؟ بله. انتخابش بسیار خوب است. همین قسم است. چی وقت عروسی میکنین؟ در تابستان انشالله. خداوند شما رو به مرادتان برسانه. آمین. زنده باشی. خوب دیگه، تابلو آماده است. افراد ما مسئولات نظر به تابلو جابجا میکنن، فهمیدین؟ به نظر من بسیار مقبول است. با خدا به خاطر این تابلو چند جای دیدیم. بالاخره همین قسم آماده کردن دیگه. بسیار مقبول است. خیر ببینی. اگه موافق باشی من دیگه رفته یک بار اعلانات ببینم که چی کردن. درست است. بالا خانم، شما نمیخواین به این سر اونا بسیار زحمت کشیدین. راستش من همراه کامل بیادر گپ زدم. فکر نمیکنم کدام مشکلی پیش بیاید. حالا نباید از اینجا برم، کارا نباید به فردا کنه. درست است. ما دیگه میرم. شما متوجه کارا باشین. زنده باشی بچه کاکا. مقبول آماده شده. گشنه نشدی؟ شدم. دوستا شما گشنه نشدین؟ یک وقفه به خاطر غذا بگیریم. کار ما که خلاص شد باز میخوریم. شکم گشنه جنگ نمیشه. یک وقفه میگیریم. پس من میرم که آماده شوم یوسف خان. درست است، زود باش. با یک قسم جگر خونی مشکل حل نمیشه دختریم. بیبی
اصل شیرین است نه؟ در فکر کردن چیز حل نمیشه، اما اگه از حدش زیاد بخوری باز دلت بد میکنه. یعنی به خاطر که او خسته نشه من برای چیزی نگویم؟ توبه توبه. راستی؟ خو نظرت همیشه بالایش باشه دختریم، اما نباید متوجه شوه. از کل چیز باید خبر باشی، اما وقت پرسید قسم وانمو تو که خبر نداری. قسم گپ میزنی که فقط تو استادم باشی و من شاگردت. فکر کنم که تو را فهمونده نتونستم. خالم اگه میخوایم به طریقه خود زندگی کنم، اگه بخیلی میای بانکی رو بفهمه. بانکی بفهمه؟ اجازه نده که او بیچاره با آسانی نفس بگیره. بازو خودشا میره نخواد فهمید که چطور آیسته آیسته از تو خسته میشه. اما تو نیست دختر؟ حالا که اونا با خاطر کار با هم هستن، اگه تو بخوای که مخالفت کنی، یک گپ در دلش خواد گشت، یک قسمی با دستای خودت خانه آتش میزنی دختریم. راست میگی؟ بله راست میگم. حالی که اونا میخواین با هم کار کنن، تو باید تظاهر کنی که دقیقشان نیستی. اگه لازم باشه حتی باید توصیف کنی که چقدر یک دختر خوب و زحمت کش از هوا جان. اما باید از ذهن دختری رم جای بدی که صاحب یوسف فقط تو هستی، تو او هم خواب نبینه. یعنی فایده خواهد داشت؟ البته که فایده داره. حال خود زندگی ما داخل شده دختر. حمید خانمان با بهانه غذا و قهوه میخواه او را به ما نزدیکتر بسازه. بیازو قرار است همراه یوسف به مزرعه برن. چی؟ مزرعه چی؟ مزرعه اسبا. درست همون جایی که تو یوسف در دام خود انداخته بودی. اونجا به ما بسیار یک جای خطرناک است. در ضمن او دختر اسب سواری را بسیار خوبی داره هوا جان، یعنی که با استعداد است. اگه اونا با هم اونجا برن و اسب سواری کنن، با هم دیگر نزدیکتر میشن. بعدا یوسف و دختر همراه خودش به خانه تابستانی خود برد. بالاخره او دختر جای تو را در قلب یوسف خان خواهد گرفت. واقعا؟ یوسفی کار نمیکنه. تو هم دیگه زیاده روی نکو خاله. چرا دختر؟ یعنی امکان نداره؟ یوسف مرا بسیار دوست داره خاله. تا حالا این قسم یک کار نکده، دایندام نمیکنه. ما خو نگفتم که او تو را دوست نداره، اما کلگی گپا میفهمن که یوسف خان دختره مقبول دوست داره. او گپا قبل از ما بود. حالا دیگه مستم. درست است. قبول میکنم که تو در قلب یوسف هستی. اگه یک شهزادم باشه، بازم کسی پیشنهاد خانم زیبا را رد نمیکنه. به خاطر که غیرتش قبول نمیکنه دختر. با پیشنهاد او جواب مثبت خواهد داد. خاله چی؟ ما خود دروغ نمیگم. خودت هم میفهمی که همراه توپراکم روابطش خوب شده بود، اما او پای خود پشت سر کشید به خاطر که خواهرت بود. اما هر کس خود توپراک نمیشه. بس است دیگه خاله، یک داستان دیگه جور نکو. انسان اگه به اندازه سن خود تجربه داشته باشه، آخر فیلم از اولش میفهمه. یوسف نامزاد مس اسمه و به زودی هم ازدواج میکنیم. ای باده است یا هر کس دیگه از در بین ما با آسانی داخل شده نمیتونه و به کسی اجازه نمیتونه مانی ازدواج ما شود. امیدوار هستم که قسم باشه، اما آینده را هیچ کسی پیش بینی کرده نمیتونه. نوشی جان بیادرا، غذا را بسیار زود آوردن. من صبح یگان چیز آماده ساخته بودم. یعنی دیگه چیز ضرورت نیست. فعلا خو اینا کافی هستن. نوش جان همگی. زنده باشین. کباب کوبیده خواستی؟ لطفا ایره نگاه که حد سده. نه خیر، به خاطر که مزاحم شما نشده باشم زنگ زدم از سکرترتان پرسیدم. زنده باشی، بسیار تشکر. نوش جانتان. حسین بیادر، بچه تو هنوزم در مکتب شامل نشده؟ نه آقا، نمیفهمم که چی کنم. چی میگی؟ به هر صورت من خودم همراهش گپ میزنم. افق، مادرت چطور است؟ از شفاخانه مرخص شد؟ مرخص شد آقا، زنده باشین، از برکت شماست. استغفرالله. خب حالا دیگه من میرم. چی شد؟ نه که از گپای ما خوشت نامد؟
نه خاله ای دیگه چی گپ هست؟ مادرم در خانه تنهاست. صبح وقت بیرون شدم بعد تشویش خود شد. خب خودت میفهمی. خاله ای پنار چری قسم رویه میکنه؟ کار خود انجام میده. چرا چی شده؟ کار چی؟ همیشه طرف ما بد سیل میکنه. به خاطر جمیله است اما تو نیست؟ خاله تو چرا برام نگفتی که جمیله را اخراج کردن؟ نه که ما آژانس خبری هستم دختر. باید هر دقیقه به تو خبر بدم. چطور؟ نه خیر، اما به خاطر ما به درد سر رفتید. به خاطر ما او بیچاره کار خود از دست داد. یعنی راهی وجود نداره که همراه یوسف گپ بزنم؟ شاید بتونم قانیش بسازم که او دختر ببخشن. هوش کنی دختر. نه که عقل خود از دست دادی. او دختر در نظر یوسف خائن است. توقع داری یک خائن ببخشه و در خانه خود بیاره؟ اما خاله اما مامان نداره هوا. اگر بخوای موضوعات گذشته را تازه بسازی باز خودت نابود میشی. یوسف دلیل کار تا نمیپرسه ها؟ فرض کنیم که یوسف نپرسید، جمیله دان خود بسته نگاه خود کرد. من عذاب وجدان دارم خاله. اوهو، اگر بخوای که به وجدانت ارزش بدی بسیار مسائل وجود داره. او وقت هر قربانی را که تو دایی را دادی بعد تو یک درد سر بزرگ خواهد شد. همه تو نیست؟ توبه گوش کن خاله. جمیله آخرین گناه ما خود بود. درست است؟ بعد از این دیگه هیچ وقت در کارهای ما دروغ نیست، فریبکاری نیست. من میخوایم در روز عروسیم پیران عروسیم به پاکی بپوشم. میخوایم به اندازه جسمم روحمان پاک باشه. میخوایم همسری باشم که لیاقت یوسف داشته باشم. خاله لطفا دیگه کوشش نکنی مرا در کدام بازی دخیل بسازی. درست است. کپتان تو هستی. کشتی را بر طرف هدایت کنی، ما هم همون طرف میرم. خوب است. خودگه من میرم. درست است، برو. راستی اگر از باده کدام خبر گرفتی مرم در جریان بان. درست است؟ هوا؟ مادر جان. دخترم تو چی وقت آمدی که ما خبر نشدیم؟ پیشتر آمدم. خالیم گفت که خواب بسته نخواستم مزاحمتان شوم. کم استراحت کردم. دیشب باده اینجا آمده بود. آیی برات گفتن نمیتونم که چی یک شب خوبی داشتیم. بسیار قصه کردیم، بسیار زیاد. بین ما باشه دیشب من بسیار زیاد نوشیده بودم. صبح وقت بیدار شدم، سرم بسیار گنگس بود. فکر میکردم تو پیش ما میایی اما خانه خودتان رفته بودی. ما میخواستم همراهتان باشم اما مادر مریض شده بود. از این خاطر مجبور شدم که خانه برم. ها، یوسف برم گفته بود شفا باشه دخترم. زنده باشین. میبینم که انگشتره دوباره ده انگشتت کردی نه؟ هوا بیبی دخترم، من برات یک نصیحت مادرانه میکنم. این کارا بازی طفلانه نیست دخترم. یعنی اگه یک بار تصمیم گرفتی باز باید تا آخر مصمم باشی. نباید با هر گفتگو یا کشیدگی کوچک این قسم انگشتر از انگشتت بکشی دخترم. حق به جانب استین دیگه تکرار نخواهد شد، مطمئن باشین. به هر صورت به خاطر که امرای باده معرفی نشدی جگرخون بودم، اما دیدم که به فروشگاه رفته بودیم. با هم معرفی شدین نه؟ درست شنیدین، معرفی شدیم، کمی با هم گپ زدیم اما کار میکردن نخواستم مزاحمشان شوم. کار خوبی کردی دخترم. بی از او حال زیاد با هم خود دیدین. اونا با هم دیگه کار میکنن، بعد از یام همیشه با هم خود بودن. او دختر بسیار خوب است هوا. یک دختر بسیار با ادب و با استعداد است. در ضمن از یک خانواده بسیار با فرهنگ و خوب است. بسیار دختر مهربانم است. یک دختر مکمل است. مطمئن هستم که با هم جور خود آمدن. ما مطمئن هستم مادر، شکی ندارم. میبخشین که شما به خاطر من اینجا استاد ماندین. به اجازه تان من دیگه باید برم. بازم بعد دیدنتان خاط آمدم. میخوایی که بری؟ بله میرم. مادرم مریض است، پدرم هم خانه نیست، نمیخوایم تنها بانمش. کار خوبی میکنی. برای سلام مرا برسان. بچه شو. خداحافظ. گپ ما گوش کو. تو چی میکنی؟ به خاطر امشب کمی مرغ سرخ میکنم. دیر وقت میشه یه غذا رو نپختیم. درست است، اما ما از تو ایره نپرسیدم.
هوا آمده بود. چرا؟ هیچ، همه تو آمده بود که خبر مرا بگیره. اما تو آمده بوده. من خواهی قسم فکر نمی کنم. بله. میفهمی اول ما به باده زنگ زدم. ازش پرسیدم که حال چی میکنین و مسائل کو. اوا به فروشگاه رفته بود. یعنی که با هم معرفی شدن. آی چقدر امروی او بخیلی کرده. از چشمایش فهمیدم. کاملا سرخ شده بود. بله. دیدی که او دختر چطور او گپ تیر کرد و از اینجا فرار کرد؟ شما قسم فکر میکنین اما در این مورد به من هیچ چیزی نگفت به خدا. شاید از غرور خود به تو چیزی نگفته. چی بفهمم؟ چشمای هوا از عشق یوسف کور است، شاید که بعد مادرش ندیده باشه. در این صورت تو باید چشمایش باز کنی خانم سلطانه. میگی اونا با هم خوب جور میان؟ با هم دیگه چقدر خوب کار میکنن. یوسف و باده همیشه با هم دیگه خنده و مذاق میکنن. در ضمن بسیار کارم میکنن. برش میگی که او دو نفر همیشه با هم یک جای هستن. همه قسم زهر پاش داده برو. باز بیبی که چطور درش بدخواد شد. پس بازی نوع ما همی است. سلطانه بیبی تو فقط کار را که من برات میگم انجام بده. من کاملا مطمئن هستم ها. وقتی که او دختر از یوسف همیشه ایره بپرسه که یوسف کجا بودی؟ با کی بودی؟ چرا دیر کردی؟ باز او وقت یوسف ما آرامش خود پیش باده میافه و او وقت خواره رها کده پیش باده خود رفت انشالله. امرتان بالای دیده خانم. هر کار که از دستم بیای دریغ نمیکنم، تشویش نکنین. باید از این بیشتر کوشش کنی سلطانه. از این بیشتر کوشش کنی که این مشکل عروسی یوسف و حواره از بیخو ریشه از بین ببریم. درست است؟ بچه کسی امروی محترم تکر کرده. شما دیدین که کی بود؟ نه خواهر، ما صبح تا حال همینجا هستیم. این محترم صبح همین قسم بود. وای خدایا حالا من چی کنم؟ چرا همیشه تمام مشکلات سر راه من میایه؟ اوف. بله یک دانیم. یوسف هوا چی شده؟ صدایت خوب نمیآید. کسی محترم حادثه کرده. حادثه کرده؟ چطور یعنی؟ چی بفهمم دیگه؟ گفتم که حادثه کرده. درست است فهمیدم. درست است، من هم یالا اونجا میایم. باده با ما یک کار پیدا شد. 2 ساعت بعد میایم. درست است، بیاز ما همینجا هستم. بله آقا حلمی. خانم باده در شرکت همگی جمع شدن منتظر شما هستیم. شما خو میفهمین وقتی پدرتان مسافرت میرفت شما را سرپرست تعیین کردن. آقا حلمی فکر نمیکنم لازم باشه دوباره بگویم که استعفا دادم. خانم باده من فقط کاری را که برام گفته شده انجام میدم. آقا جلال استعفای شما را قبول نکردن. از این خاطر اگه آمده تمام کارا را اداره کنین به کل ما بهتر خواهد بود. اگه شما تحت امر هستین پس موقف خود بشناسین. وقتی پدرم برگرده من خودم در این مورد همراهشان گپ میزنم. حالا قطع میکنم. فکر میکنم که پدرتان در رابطه با این کار کمی مخالفت نشون میده. اما حقم داره. دختر مثل شما را که از هر انگشتش نرمی باره هر کسی میخواید. مبالغه میکنین محمد خان. باده اگه براتون مشکل ایجاد میکنه ما میتونم که امرای پدرتون گپ بزنم. تشکر میکنم محمد خان. من خودم این مشکل حل میکنم. زنده باشین.